این صحنه بسیار زیبا رو ملاحظه بفرمایید. گوییم که یک فتوشاپه یا یک نقاشیه، رنگ‌های بسیار دقیق و حساب شده چنان زیبا کنار هم چیده شده، گوییم که یک نقاش، حتی ماهرترین نقاش دنیا هم نمیتونه به این صورت این رنگ‌ها را کنار هم قرار بده و بچینه. کدوم انسان عاقل، نه انسانی که حتی نصف نیم عقل داشته باشه، میتونه بگی که به خودش جرأت بده بگی که طبیعت بیشعور مرده همه این نظم و ترتیب رو کنار هم قرار داده. واقعا خدایا تو را شکرت که نعمت عقلی عطا کردی که به راحتی میتونیم تشخیص بدیم و یکی از بدیهی ترین و مسلمات عقلی رو پی ببریم و اون همین که هر موجودی سازنده‌ای داره و این طبیعت زیبا هم سازنده‌ای داره و اون هم ذات ذوالجلال و الکبریاست. یا الله سبحانك ما اعظمک.